طوفان سواحل دریای سیاه نوار ساحلی شمال ترکیه کشتی باری کافکا متلر را در نزدیکی ساحل شهر اریلی استان زنگولداک به عمق دریا کشید. از 12 سرنشین این کشتی تنها جسم بیجان یکی کشف شد و از سرنوشت 11 سرنشین دیگر خبری نیست. تلاش نیروهای گارد ساحلی و امداد از هوا و دریا برای یافتن مفقودان همچنان ادامه دارد، اما تاکنون هیچ اثری از سرنشینان کشتی یافت نشده. وزش باد شدید و شرایط نامساعد جوی عملیات تجسس را با مشکل مواجه کرده. سیل و طوفان در مناطقی از شمال و جنوب ترکیه در 2 روز اخیر جان تعدادی از شهروندان را گرفته است. بر اثر سیل زیرساخت‌های شهری و روستایی استان‌های باتمان و دیاربکر در جنوب ترکیه به شدت آسیب دیده و تاکنون 5 شهروند جان باختند. سیل در داخل شهر خسارت قابل توجهی بر جای گذاشته. متاسفانه اعضای یک خانواده بر اثر سیل جان باختند. سیل همه ما را غافلگیر کرد. تلاش کردیم با کمک رسانی به سیل زدگان از تلفات بیشتر جلوگیری کنیم. بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، طوفان و سیل در برخی مناطق ترکیه در روزهای آینده هم خطرساز خواهد بود. مدیریت بحران ترکیه از شهروندان مناطق تحت تاثیر سیلاب خواسته اطراف رودخانه‌ها و مسیل‌ها را ترک کنند. طبق هشدار هواشناسی، استانبول پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه هم در روزهای آینده از طوفان و سیل در امان نخواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.